سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. فروشگاه میبینم یادم میافتم یه $100 بردارم بیام خرید کنم، بگم ببینید با $100 چقدر میشه خرید کرد. ولی خب نمیخوام این کارو کنم. میخوام یه سری نکات بگم در مورد خرید کردن توی فروشگاه آمریکا، شاید براتون جالب باشه. توی فروشگاه آمریکا شما یه قیمت ثابت نمیبینید یا یه کالایی نمیبینید که روش قیمت خورده باشه. معمولا تو فروشگاه مختلف یه کالا که یه برنده و همون شکل و همون اندازه رو داره، امکان داره یه جا ارزون‌تر باشه یه جا گرون‌تر باشه. دلیلش رو نمیدونم. یه سری میگن به سفارش میزنه اون کارخونه و یه سری میگن نه هیچ فرقی نمیکنه، فقط قیمتش متفاوته. برای مثال من الان تو فروشگاه تارگتم و یه کالایی رو انتخاب میکنیم، مثلا این برند رو انتخاب میکنیم ببینیم اینجا چه قیمته و توی فروشگاه دیگه چه قیمته. برای اینکه قیمتش رو در بیارم اپلیکیشن والمارت رو دانلود میکنم و از این قسمت بارکد این محصول رو اسکن میکنم که ببینم فروشگاه والمارت این محصول چه قیمت میده. این محصول تو فروشگاه والمارت $6.47، ولی حالا تو تارگت همین محصول $7.29. این اصلا بارکداش هم یکی بود. تو اون فروشگاه حدوداً $1 قیمتش پایین تر بود. امکان داره یه کالای اینجا پیدا شه که خب اینجا ارزون تر باشه اونجا گرون تر باشه و این توی هر فروشگاه متفاوته و حتی فروشگاه از اینجا گرون تر هم وجود داره که حالا دقیقاً نمیدونم دلیلش چیه، ولی خب تفاوت قیمته. واسه همینم نمیشه ثابت یه چیزی رو برداشت و یه مبلغی رو برداشت رفت تو فروشگاه خرید کرد و بگی این قیمت خرید در آمریکاست، به خاطر اینکه خب مهمه این که شما دارید از چه فروشگاهی خرید میکنید. یه نکته دیگه‌ای که میخوام راجع به فروشگاه بگم این که تخفیف خوردن تو فروشگاه‌ها متفاوته، مخصوصا تو فروشگاه تارگت. الان یه کالایی داریم اینجا میبینید قیمتش $54.99 بوده، شده $41.24 که تخفیف خورده. ولی این تخفیفیه که عمومیه، یعنی ما میتونیم حالا قیمت اینم چک کنیم اگر داشته باشه. حالا من این سری آمازون رو براتون تست میکنم. خب همونطور که میبینید این کالا اینه، $59 تو آمازون قیمتشه و اینجا داره میده $54.99 که تازه تخفیف هم خورده شده $41. یه نوع تخفیف دیگه هم هست که بهش میگن کلیرنس. شما وقتی یه کالایی یه همچین لیبلی رو داشته باشه هر جایی و در هر فروشگاهی، یعنی شما دیگه نمیتونید از این قیمت پایینتر پیدا کنید. این کالا به پایین ترین رقم خودش اومده و امکان نداره که از این کالا ارزونتر جای دیگه باشه مگر اینکه اونجا هم کلیرنس شده باشه. این یه نکته خواستم بدونید راجع به خرید کردن توی آمریکا. خیلی نکته های زیاد دیگه هست که همینجوری تو پست و استوری مختلف بهتون میگم. سلامت باشید، خدا نگهدار.